تموم شد. میبینی ولی درد سرای خودش داره دیگه. آره ولی ارزششو داره. وقتی که ستاپ کردی نشستی دیگه تازه لذت میبری. آره خوبه. خیلی خوب. خب خوشحالم میبینمت. منم همینطور، به خصوص اینطوری قشنگ آره. سر فرصت و آره خصوصی و بدون اینکه برنامه خاصی براش بریزی. آره چون ناگهانی اتفاق افتاد. خیلی خوب شد. آره. از اولی که این برنامه ها رو من شروع کردم تو یادت بودم میگفتم که باید یه قسمت که نه اصلا یه بخشی از این کار رو باید ما هم پیش ببریم. آره. دلیلش هم اینه که موضوع اصلی این برنامه غذا هست، اما ابعاد مختلف غذایی که کمتر بهش توجه میشه. چیزی که الان ترند شده حجم زیاد و هی مواد غذایی بیشتری رو با هم قاطی بکنن و میدونی یه جذابیت فیکیه تو این داستان. اما یه برتری که ما شرقی‌ها داریم اینه که غذا رو نه فقط برای سیر شدن بلکه برای خواصش و کنترل کردن حال و مود و بیماری و آره یه حکمت عجیبی بوده. یه حکمت عجیبی پشتش بوده و وقتی که تو در عمق شیوه غذا پختن ایرانیا میبینی که خیلی این جزئیات و چیزایی که به غذا اضافه میشه با دقت انتخاب شده و یه حکمت جالبی پشتشه. مثلا یه نمونه برات مثال بزنم، باقاله پلو. باقاله که در حقیقت خودش یک غذای سنگینیه و هضمش برای معده و کبد خیلی راحت نیست، با شوید مخلوط میشه که شوید چیکار میکنه؟ هضم اون رو خیلی راحت تر میکنه. بنابراین باقاله پلو رو همینجوری بخوری ممکنه نفخ کنی، خیلی سنگین شی، معدت اذیت شه. ولی وقتی که با شوید میخوری و اون سبزیجات اضافه میشه و اونجوری طبخ میشه، ناگهان یهو عوض میشه کیفیت غذا و هضمش راحت میشه محبوب ترین غذاها. درست. و خیلی چیزای دیگه، غذای دیگه هم داریم بهش میگن مصلح تو طب سنتی. آره وقتی که تو یک گیاهی، یک ماده‌ای رو اضافه میکنی به گیاه یا غذایی برای اینکه اون کیفیت رو تعدیلش کنه، اگه ضرری اون غذا داره اون ضرر رو بگیره، شما اسم اون ماده اضافه شده رو میذارید مصلح. مصلح ها زیادن تو طب سنتی و طبیعتاً برای گیاها، غذاهای مختلف شما میتونید استفاده بکنید. ترکیبات مختلف استفاده آره میتونید استفاده کنید. یه نمونهش مثلا عدسی. خب وقتی که تو عدسی درست میکنی دوست داری یه کوچولو چرب بشه. حکمای قدیم بین این مواد و روغن‌هایی که میتونه چرب کنه عدسی رو یه چربی بهش اضافه کنه، گی رو یا همون روغن گاوی رو انتخاب میکنن. اونه که چیکار میکنه؟ یک مخلوط مناسبتری، یک کیموس مناسبتری تولید میکنه برای بدن تا اینکه مثلا بیایم از روغن‌های دیگه استفاده کنیم. عدس خشکه؟ عدس سرد و خشکه. سرد و خشکه. مزاج سرد و خشک داره. قبلا به من گفته بودین کم مصرف کنم. ببین وقتی که تو یه دردی داری، مثلا کمردرد خیلی وقتا میتونه ناشی از سردی باشه. وقتی که تو عدسی رو میخوری بعد از چند ساعت متوجه میشی درده داره افزایش پیدا میکنه. گاهی وقتا اگه استرس داری، گاهی وقتا اگه یه ذره اضطراب داری، یه 2 روز عدسی بخوری اضطراب و استرس تو چیکار میکنه؟ میره بالا، به خاطر اینکه شیمی بدن یه جوری عوض میکنه که از دیدگاه حکمای قدیم بدن رو میل میده به سمت افزایش سودا و این سودای بالا یا واتای بالا در آیورودا، سودا در طب سنتی، میتونه اضطراب و استرس رو بیشتر کنه، تمرکز تو رو یه مقداری بیاره پایین و بیماری هایی که با سردی ارتباط داره مثلا کمردرد رو افزایش بده. خیلی وقتا پیش میاد مثلا مریضا رو آدم میبینه که باشون صحبت میکنه، تاریخچه رو بررسی میکنه، میبینه وقتی که عدسی میخورده دردا تشدید میشده یا مثلا زانو درد تشدید میشده.
جالبه. به خاطر اون سردیه. آره. یعنی ببین غذا یه جوری لاین اول و اون قدم اول برای کنترل بیماری. من میتونه شخصا درمان خیلی باشه. بهش میتونه رسیدم درمان تو باشه. این سالها. آره. میتونه درمان باشه. یعنی وقتی که تو کتب طب سنتی قدیمی رو ورق میزنی میبینی که بعضی از بیماری‌ها رو تو با یه تغذیه مناسب، وقتی که بیماری توی مرحله ابتدایی خودش قرار داره، با تغذیه مناسب و شیوه زندگی و لایف استایل مناسب میتونی درمانش کنی. خیلی جالبه. ما تو طب کلاسیک خیلی به این نمیپردازیم، راجع به این که مثلا چطور یه بیماری رو با غذا درمان کنیم. ولی حکمای قدیم، حالا حکمای چینی، حکمای هندی، حکمای ایرانی، روش‌هایی داشتن که بتونن بیماری رو تو مراحل ابتدایی با غذا درمان کنن. میشه در مورد خودت بگی از کجا شروع کردی، چیا خوندی و چه تجربیاتی داشتی؟ ببین من پزشکی رو تو دانشکده پزشکی فسا خوندم. فارغ التحصیل دانشگاه شیرازم. تو دوره پزشکی هم یه شاگرد خیلی معمولی بودم. شایدم علتش این بود که هنوز اون عشق و علاقه رو که میخواستم توی اون در حقیقت فیلدا و زمینه‌های طب کلاسیک پیدا نکرده بودم. یه جوری سرگردان بودم. حدود تقریبا سال فکر کنم 80 بود، با یه آقایی آشنا شدم که ایشون هندی بود و خیلی یه دریچه جالبی رو برای من باز کرد. یکی آشنایی با یوگا بود که خیلی برام جالب بود، خیلی تحول عالی بود. دومی آشنایی با آیورودا بود و طب سنتی هندی. این کم کم باعث شد که من با همسرم تصمیم بگیریم برای یه دوره‌ای بریم هندوستان در حقیقت باب آشنایی من با آیورودا و طب سنتی به صورت جنرال، به صورت کلی شد. یه تجربه خیلی جالب برات بگم که قبلا هم برای بعضی از دوستا گفتم. همسرم یه آلرژی خیلی شدید داشت که سالی 2 بار 3 بار می اومد سراغش با التهاب سینوس و درد و ترشحات زیاد و عفونت و مشکلات عدیده. وقتی که پیش یه حکیم آیورودا رفتیم، حکیم 2-3 تا داروی گیاهی رو تجویز کرد به همسرم. گفت فرضاً این برای کنترل صفرا یا پیتا خوبه، اون برای کنترل واتا خوبه، به این صورت کبد تخلیه میشه، معده مقدار حرارتش کم بشه، غیره. توضیحاتی داد. و جالب اینه حدوداً 1 هفته بعد از اینکه داروها رو همسرم استفاده کرد، یه ترشحات خیلی زیاد، یه حجم عجیبی از ترشحات از بینی و سینوس خارج شد و بعد از اون کلاً خوب شد. و من اصلا برام خیلی جالب بود که چطوری تونست یه حکیمی با چند تا گیاه ساده، البته الان فکر کنم گیاها هر کدوم یه شخصیت خاص و یه پیچیدگی خاص خودشو داره، ولی اون موقع برای من خیلی جالب بود که چطور بدون این دارو و آنتی بیوتیک و ضد التهاب و مسکن و غیره، این حکیم موفق شد اینو چیکار کنه، سینوزیت رو خوبش کنه کامل. و طبیعتاً تو اون مدتی که تو هند بودم و این دوره رو تو دوره آیورودا رو میگذروندم، هی با تجربه جالبتر برخورد کردم. یه نکته جالب دیگه که فهمیدم اینه که یه مقدار زیادی از مقوله درمان اینجاست، تو مغز و روحته، منتالیه. آره، ذهنیه. و امروزه مطمئنم که بسیاری از بیماری‌های مزمن، شاید 90% بیماری‌های مزمن یه ریشه منتال و یه ریشه ذهنی عاطفی داره. به این معنا که اگه فردی که یه بیماری مزمن داره، مثلا آسم داره یا دیابت داره یا مشکل مفصلی داره یا MS داره یا غیره، یه مقداری به درون خودش بره، یه صلح و صفایی تو روح و قلب خودش احساس کنه، 100% به درمان بیماریش کمک کرده. 100%. یعنی خیلی ذهن با جسم
رابطه محکمی داره. قبلا فکر نمی‌کردم این رابطه انقدر قوی باشه، انقدر ذهن مهم باشه، چون تو طب کلاسیک برخورد خاصی با این مقوله نداشتم. میگفتیم بیماری‌های مثلا ذهنی بدنی سایکوسوماتیک، راجع به اینا صحبت میشه ولی خیلی محدوده. وقتی که وارد حیطه طب مکمل میشی میبینی که روحیات و خلق و خو و ذهنیت چقدر روی سلامت میتونه مؤثر باشه. خیلی خیلی بسیاری از بیماری‌هایی که ما حتی داروهای گیاهی، نمیگم لزوما داروهای شیمیایی، بسیاری از بیماری‌هایی که شما دارید براش داروهای گیاهی و عرضم به حضورتون یه سری تدابیر رو تو زندگی اجرا میکنی، خیلی از اینا با سلامت ذهن قابل درمانه. یعنی خرجی هم گاهی وقتا برای شما نداره جز اینکه به سلامت روحی و معنوی خودتون کمک کنه. و حتی با خوراک هم اونو میشه باز کنترلش کرد، مثلا بسیار زیاد. عطر گلاب، مصرف زعفرون. خیلی خیلی ببین ما خیلی از مریضامون هستن که با بیماری‌های تنفسی میان، مثلا آسم مزمن، آسم آلرژیک، غیره و غیره، و به طرز عجیبی تو میبینی که بچه‌ها با در حقیقت یه سری تغذیه‌های مناسب، حذف یه سری چیزایی که براشون مضره ولی نمیدونستن و داشتن همین مدت استفاده میکردن و اضافه کردن یه سری چیزایی که به بیماری کمک میکنه، میبینی حالشون خوب میشه، خیلی خوب میشه. من خودم تجربه اینو دارم به دفعات تو طول زندگیم. یه دوره‌ای با شما آشنا نشده بودم، هنوز با طب سنتی هم آشنا نشده بودم، ولی گاستریت معده، دچار گاستریت ورم معده شدم. گرسنم میشد، معده میسوخت، غذا میخوردم معده میسوخت، باش خوب تا نکرده بودم. بعد رفتم دکتر، یه کیسه قرص به من داد و گفت بنشن نمیخوری، میوه‌جات، سبزیجات خام نمیخوری. گفتم تا کی؟ گفت همیشه. این قرص قبل غذا، این با غذا، این بعد غذا. گفتم اینطوری که نمیشه زندگی کرد آخه. یه دوستی چند تا توصیه خوب بهم کرد، گفتش که اولا که نیم ساعت قبل غذا، 2 ساعت بعد غذا آب نخور. آره. غذا تو خوب بجو، ماستم از غذات حذف بکن یه مدت و لبنیاتو. ظرف 2 هفته مشکل من برطرف شد. این سیستم رو ادامهش دادم و یه جای دیگه اصلا کلا فراموشش کردم. و هی خورد اونجا باب آشنایی با این، یعنی آگاهی از بدنه و ارتباط خوراک با سلامتی و حال و مود برام به وجود اومد دیگه. هی دونه دونه متوجه شدم. مثلا روغن سرخ کردنی، فست فودا رو اگه من بیرون مصرف کنم خیلی اذیتم میکنه، مثل مرغ سوخاری یا سیب زمینی که دیپ فرای شده توی اون روغنای چیز. آره. یکی از حساسیت‌های بزرگم که معدم خیلی ترش میکرد، ریفلکس معده داشتم و اون کاملا برطرف شد با تغذیه، رعایت یه با سری تغذیه چیزا. یه چیزایی که خیلی تو زندگیم برجسته بود. من همیشه حالت ترش کردگی و ریفلکس معده رو داشتم. آلومینیوم ام جی همیشه همراهم بود. اصلا الان که دارم میگم یادم نمیاد آخرین بار که این تجربه رو داشتی. آره، یعنی یه سری چیزایی رو حذف کردی، گذاشتی کنار، یکم تو آداب تغذیت تغییر دادی و خیلی خوب شد. ولی مثلا چیزی که میدونم چون روش خیلی دغدغم بود، پرسیدم و میدونم تو آمریکا یکی از داروهایی که خیلی مصرف میشه داروی ریفلکس معده است و این یکی از مشکلات خیلی شایعه. و روز به روز داروهای قوی‌تر و بهتری میاد اینجا ارائه میشه. و 2 دلیلم داره. یه دلیلش که اون 2 دلیلم باز یه دلیله، یعنی متقاضیه. حتی اگر بخواد جامعه پزشکی اطلاع رسانی کنه که آقا شما که دارن میکنن فست فود تو کم کن، مصرف روغن تو، ولی خب طرف میگه من میخوام اینا رو داشته باشم، این مشکلم هم حل بشه. میگه باشه پس بیا این قرص رو بخور. و آره ببین، جامعه داره به یه سمتی میره که فرصت و حوصله فرد برای سلامت به خودش، برای رسیدن به جسم خودش داره کمتر و کمتر میشه. مردم دارن میرن سراغ این که من همه زندگیمو با یه قرص و شربت و کپسول فیکس کنم و همه چیز برگرده به حالت نرمال، به خاطر اینکه لزوماً حوصله و گاهی وقتا اون اراده تغییر اساسی تو شیوه زندگی و لایف استایل رو ندارن.
ولی از یه موضوعی غافل میشیم. ببین وقتی که تو با یه قرص میخوای یه علامت رو سرکوب کنی، وقتی که با یه شربت میخوای یه علامتی رو سرکوب کنی، متوجه نیستی که اون پروسه‌ای که اون زیر در عمق بدن داره کار میکنه به کار خودش ادامه میده. درست علامت رو حذف کردیم، علامت رو سرکوب کردیم، ولی اون پروسه یه جای دیگه بالاخره روزی چی کار میکنه؟ مشکل جدیدی رو ایجاد خواهد کرد. و حتی داروام همشون ساید افکتشون رو دارن، کم و زیاده دیگه دقیقاً. تاثیرش. یعنی تو جدا از این که صرفاً علامت رو پوشش دادی و عمقی و ریشه‌ای به سلامت بدنت نرسیدی، یه ریسک دیگر هم داری میپذیری که بعد از مدتی عوارض جانبی اون دارو هم که داری میخوری کم کم شروع بشه. بنابراین هی تعداد داروها کم کم چی میشه؟ زیاد میشه. این دارو رو میخورم برای آرزوی داروی اول، منتها داروی دوم خودش یه آرزه‌ای داره که به خاطرش نیاز داری یه داروی سوم بعد از یه مدت شروع کنی و بعد از مدتی سیستم کم کم دچار مشکلات زیاد و در حقیقت بیماری‌های جدید میشه. و خوبه که آدم این مقوله رو بفهمه که با تمام مشغله و مشکلاتی که زندگی قرن 21 داره برای انسان آورده، ولی یه خلوتی برای همه ما انسان‌ها لازمه که یه مقداری به جسم و روح خودمون برسیم، نه اینکه از اون غافل بشیم. خیلی از ماها ذهنمون جای دیگه است، بدنمون جای دیگه است. من فکر میکنم این که گاهی وقتا دوباره ذهن و جسم با هم یکی بشه، دوباره ذهن از اون دور دورا برگرده بیاد تو بدن رو حس کنه، با بدن دوباره دوست بشه، آشتی کنه، به نفس فکر کنه، این خیلی هنر بزرگیه. و این اتفاقی بود که توی آشنایی با یوگا برای من افتاد. یعنی بعد از یوگا تازه من متوجه شدم من دارم با بدنم دوست میشم. به کمرم فکر نمی‌کردم، به کبدم فکر نمی‌کردم. کم کم سعی کردم با سلولای کبدی آشنا بشم، چون همشون شعور دارن. با سلولای کلیه‌ام آشنا بشم، حسشون کنم. با قلبم آشنا بشم، با ریه‌ام آشنا بشم. این ارتباط ذهن با بقیه قسمت‌های بدن خودش خیلی مهمه. پس برگردیم به هند و تجربه آیورودا. آره. یک کات بدم. قبل از اینکه ادامه بدیم میخوام یه چیزی رو برجستش بکنم، چون حساسیتی هست توی جامعه روی این داستان. من خودم به نسبت به طب‌های آلترناتیو و به رفتارهای تحلیلی خیلی اعتقاد دارم و اینطوری هم دارم زندگی میکنم، چه از نظر روانشناسی، چه از نظر طب و خوراک و باقی مسائل. اما احترام بسیار زیادی هم برای علم قائلم. و اینکه از شما پرسیدم که شما از کجا شروع کردی به کجا رسیدی، و همین که خب انتخابم بودی به عنوان پزشک طب سنتی، دلیلش اینه که شما بیس پزشکی داری و بیس علمی داری. من پیش کسایی دیگه هم رفتم، یک کیسه عرقیات مختلف و یک کالمه داروهای گیاهی که هر روز دارن اینا به وجود میان و اصلا یه چیز افراطی که خیلی حس بدی به من داد. یه سری رفتارهای افراطی تو این زمینه هست و یه عده‌ای هستن به صورت تجربی، فارغ از علم، فارغ از نظارت علم بر این جریانات دارن فعالیت میکنن. خیلی از افراد و ذهنیت‌ها رو مسموم کردن، یه تصویر نادرستی از طب سنتی به وجود آوردن و این خودش مشکل شده دیگه. و افراطی‌ها همچنان هستن و فعالیت‌های خودشون هم دارن متاسفانه. درسته. ببین اگه بخوام واقعا عادلانه قضاوت کنم، تو طیف افرادی که بسیار علاقه‌مندن به حیطه طب سنتی و پیشینه پزشکی ندارن، افرادی هستن که بی نهایت زحمت میکشن، مطالعه میکنن و علاقه دارن به طب سنتی، اما شرایط براشون فراهم نمیشه که بیان پزشکی بخونن که بعداً برن طب سنتی رو با علم روز چیکار کنن؟ تلفیقش بدن. من این عده‌ای که واقعاً عاشق طب سنتی هن و زحمت میکشن و سعی میکنن معلومات خودشون رو ببرن بالا درک میکنم و خیلی دوست دارم یه روزی رو تو ایران ببینم
که ما بتونیم یک دانشکده‌ای داشته باشیم که از سال اول بیاد به بچه‌ها طب سنتی و طب کلاسیک رو در کنار هم به صورت موازی یاد بده. چون میدونم خیلی از درمانگرایی که الان هستن تو جامعه خودمون و پزشک نیستن، ولی تعداد قابل توجهشون هم انسان‌هایی هستن که نیت خوب دارن و کلاهبرداری نمی‌کنن. دوست دارم اونا رو روزی ببینم توی دانشکده‌های خودمون. از طرف دیگه تو صنف خود من پزشکی هم پزشک‌هایی داریم که متاسفانه از لحاظ وجدان کاری خیلی خوب عمل نمی‌کنن. به قول تو ممکنه یه گونی بزرگ 4-5 میلیون تومانی هم به شما بدن و بگن برو اینو بخور و صبح تا شب اینو دم کن، با اون مخلوط کن، اونو بکن، با این کار کن، این فعالیت رو انجام بده. چه بسا همون بیماری با یه سری پرهیزهای غذایی و ورزش و یه سری رعایت نکاتی، لایف استایل منیجمنت و مدیریت شیوه زندگی خوب بشه. بنابراین تو دو طرف طیف، هم طیفی که پیشینه پزشکی نداره و هم طیفی که پیشینه پزشکی داره، متاسفانه ما شاهد نامهربانی هستیم. بله. محبتمون کم شده به طور کلی. حالا شاید تو صنفای دیگه هم اینجوری باشه، ولی وقتی که محبت تو صنف طبابت کم بشه فاجعه رخ میده. فاجعه است. وحشتناکه. در مورد این اتفاقایی که تو هیته و صنف طب سنتی داره میفته، من کاملا باهات موافقم. یعنی یه جوری بی‌نظمی، یه جوری انگار که همه چیز پراکنده است، انگار که یه ساختار جامع و یه اتحاد توی هیته طب سنتی وجود نداره به طرز خیلی عجیب. یعنی یه بی‌نظمی و آنارشی خیلی عجیبیه. فکر میکنم ببین خیلی مسائله، مثلا مسائل سیاسی تو این مورد به نظر من تاثیر داشته. اتفاقایی که می‌بینیم، مسائل اجتماعی، مسائل اقتصادی. خیلی وقتا شما میبینید یه نفر میره یه پیشینه طب سنتی و پزشکی هم نداره، میره یه دوره طب سنتی شروع میکنه، یه دوره کوتاه میگذرونه، بعد شروع میکنه به درمانگری و بعد میبینی که رفته به خاطر نیازی که داشته این کار کرده. بنابراین خیلی شاید اون ریشه ها رو بخوای پیدا بکنی، میبینی که ریشه های عدیده‌ای هست که این اتفاق داره برای طب سنتی میفته. یه نمونه برعکسش رو مثال بزنم. داریم الان راجع به طب سنتی خودمون صحبت میکنیم، راجع به طب هند صحبت کنیم، آیورودا و یونانی مدیسین. ببین به محض این که رشد اقتصادی هند افزایش پیدا کرد، فرض کن از سال 2002 2003 2004 یه جهش هم توی طب سنتی هند، چه یونانی مدیسین چه آیورودا رخ داد. یعنی کارهای علمی خیلی جدی‌تر پی گرفته شد. یک وزارتخونه جدا، خیلی جالبه، در کنار وزارتخونه بهداشت شما یه وزارت دیگه دارید که اون وزارتخونه مسئول رسیدگی به طب مکمله، یعنی آیورودا، یونانی مدیسین، یوگا، نچروپاتی و سیدا. اون وزارتخونه و یک بدنه جدا تأسیس شد. مرکزهای تحقیقاتی فوق‌العاده خوب که نمونه بارز و بزرگش اینترنشنال آیورودا اینستیتوت هست تو دهلی، IAI. حدود 5-6 ساله که کارشو شروع کرده، ولی خیلی جالب اومد نخبه های دانشکده های طب سنتی هند دور هم جمع کرد. فرض کن از این دانشگاه 2-3 تا نخبه رو برداشت، از یه دانشگاه یه نخبه، یه تیمی رو تشکیل داده که اینا هسته مرکزی تحقیقات سطح بالای طب سنتی هند رو دارن مدیریت میکنن. چرا؟ به خاطر اینکه رشد اقتصادی این امکان رو به هند داد. اتفاق باور نکردنی دیگه ای که افتاد اینه که پارسال Global Center for Complementary Medicine در هندوستان با حمایت سازمان بهداشت جهانی تأسیس شد. یعنی مرکز جهانی طب مکمل جهان الان چیه؟ در دهلی هستش. در دهلی. این نشون میده که وقتی که اراده پشت قضیه‌ای باشه، همدلی باشه و شرایط اقتصادی کمک کنه و ارتباط بین‌المللی با دنیا فوق‌العاده.
ببین جالبه، بلاروس مرکز آیورودا داره، بوداپست مجارستان مرکز آیورودا داره، مسکو مرکز آیورودا داره، کشور اروپایی دیگه ای باز ما شاهدیم مرکز آیورودا دارن. میلان ایتالیا یه مرکز آیورودایی بسیار خوب، آیورویدیک پوینت، فوق العاده. جاهای دیگه دنیا هم داره چی میشه؟ این مرکزها یکی یکی ایجاد میشن و یه استقبالی داره و یه اتفاق خوبی که میفته، من تو زمینه غذا در موردش صحبت میکردم، مثلا فرهنگ غذای ایتالیایی وقتی که راه پیدا میکنه به فضاهای مختلف بین المللی، یا غذای مکزیکی یا غذای چینی، بهترین شف‌های دنیا شروع میکنن روی این غذاها کار کردن و اینا رو دیولوب کردن، بروز کردن، ایرادا رو گرفتن، جذاب‌تر کردن. و الان خب همین اتفاق برای این طب آیورودا توی جهان داره میفته. یعنی هر چیزی که بتونه به این جامعه جهانی راه باز بکنه و در معرض تحقیق و توسعه و انتقاد و اصلاحی قرار بگیره، این شروع میکنه به رشد و پرورش. آره. ببین توی اون حیطه طب سنتی خودمون در ایران تبلیغات در حقیقت سطح ملی زیاده، ولی در سطح بین المللی هنوز جای بسیار زیادی برای تبلیغات اصلا طب فعالیتی هست؟ فعالیتی خارج از ببین ایران؟ من داشتم یوتیوب رو سرچ میکردم، پرشین مدیسین و طب سنتی، دنبال این بودم که یه لکچر جالب یا یه چیز جالب به زبان انگلیسی یا یه لکچری از یکی از اساتید طب سنتی خیلی جالب و خوب به زبان انگلیسی پیدا کنم. هر چقدر گشتم فقط یه لکچر رو از یه آقای دکتری از بچهای داروسازی سنتی پیدا کردم که ایشون کانادا تشریف دارن و لطف کرده بودن یه در حقیقت پست خوبی رو از طب سنتی توی یوتیوب قرار داده بودن، ولی فقط همین بود. یعنی ببین خیلی کار زیادی نیازه، خیلی زیاد، خیلی زیاد. و به نظر من ببین طب سنتی یه پتانسیل جهانی داره، لزوماً به مسلمان بودن، به مسیحی بودن، به کاتولیک بودن، به پروتستان بودن، به هندو بودن هم ربطی نداره. به خاطر اینکه طب مال بشره، طب مال یه نفر نیست و این پتانسیل به نظر من دیر یا زود باید به نتیجه برسه. برمیگرده به همین داستان بسته بودن فضای ایران و عدم ارتباط. خب خودمون صادرات ضعیفی داریم و کسایی هم که تو دنیا دارن فعالیت میکنن و اون امکانو دارن اجازه ورود ندارن. بله. این تو زمینهای مختلف هم دیده میشه، تو زمینهای فرهنگی، تو فضای تغذیه، توی این طب سنتی. بله. اجازه ورود به محققین و اینا رو نمیدیم، از داخل هم خب این فعالیت انجام نمیشه و این همینطوری راکت مونده. آره. در این مورد من یه وسط صحبتت یه موضوعی رو بگم. ببین تو حیطه علمی کارهای خیلی خوبی انجام شده. ما شاید الان بیش از 1000 مقاله تو حیطه طب سنتی ایرانی تو ژورنال‌های خوب دنیا داریم. حرکت‌های بسیار خوبی تو این 10 سال گذشته اتفاق افتاده از اون جمعیتی از بچه‌های طب سنتی که پزشکن و تخصص طب سنتی رو گرفتن. یعنی یه هسته علمی ما هنوز داریم، هسته علمی پرکارین. درسته تعدادشون خیلی زیاد نیست بچه‌ها، ولی واقعا دارن سعی تلاش خودشون رو شبانه روز انجام میدن. به کمک بیشتر نیاز دارن. درست. نیاز دارن که تو جامعه، حالا چه در بین مردم، چه تو در حقیقت مجامع علمی، بیشتر بهشون پرداخته بشه. همون کاری که توی آیورودا داره اتفاق میفته. کنفرانس‌های بین المللی خیلی خوب، کنگره‌های خیلی خوب مفصل اگه برگزار بشه، طب سنتی ایرانی بیشتر شناخته میشه. تبلیغات بیشتر تو کشورهای همسایه خودمون، مثلا بیا خیلی ساده شروع کنیم از عراق و عمان و امارات و ترکیه و افغانستان و غیره و غیره.
و بعد هی بیشتر کشورهای انگلیسی زبان، اروپا به خصوص، به خاطر اینکه از لحاظ فرهنگی به نظر من اروپا پذیرش طب سنتی رو بسیار داره. تحقیقاتی تو این زمینه داشتی؟ به صورت تجربی، ببین تجربه شخصی بوده. مثلا تو میری توی جمعی از پزشکا یا علاقمندان اروپایی صحبت میکنی، از اونا یک بازخوردی میگیری، یا وقتی که راجع به مثلا بیماری‌های خودشون با تو آنلاین صحبت میکنن، مشورت میگیرن و بعد به تو گزارش میدن، میبینی که میزان رضایت بالا بوده. بنابراین اگه آدم بتونه یه مقداری اون بهتر بتونه طب سنتی رو به در حقیقت مردم اروپا و غرب، کشورهای غربی در معرفی کنه، این اقبال خوبی خواهد بود برای طب سنتی. من تو ایتالیا برام سوال بود که چقدر ما این چیزی که بدونه که متوجهش باشیم در مورد گرمی و سردی و خواص غذا صحبت میکنیم و خیلی هم هستن حالا اعتقاد ندارن تو خود ایران، میگن که آقا گرمی و سردی اینا چیه و اینا دیگه دورش گذشته. ولی همیشه یه چیزی که خیلی واضح و مشخصه اینه که من میدونم اگر خیار و ماست، اینا که ما بهش میگیم سرده، کسی هم زمینه تب سرد داشته باشه، مصرف زیادش باعث دلدرد و کرختی و یه مقدار سردی تو بدن این آدم میشه و با خوردن یه زنجبیل، دارچین، یه چای گرم، این برطرف میشه با نبات، با خرما. میدونی این دیگه چیزی نیستش که حالا من باور بهش داشته باشم یا نداشته باشم. و رعایت کردن این توی زندگی روزمره و خوراک ما خیلی ارتقا میده سطح سلامتو. و اینکه ولی خب نمیدونم تو کشورهای دیگه چقدر این هست، به خصوص تو اروپا، به خصوص تو ایتالیا. با چند نفری که صحبت کردم گفت همچین توجهاتی نیست، حالا نه به شکل ما، حتی فرم خودشون که یه شناختی داشته باشن. فکر میکنم بیشتر مختص شرقی ها باشه. حالا این سوال بود الان پرسیدم، آیا تو غرب هم همچین چیزی وجود داره که ما به صورت طب سنتی داریم؟ ببین وقتی که داشتی صحبت میکردی منو متوجه یه نکته خیلی جالبی کردی. بسیاری از افراد اعتقاد داریم که ریشه طب سنتی یا این طبی که ما ایرانی ها داریم اون رو پرکتیس میکنیم، اون رو به کار میبریم، برمیگرده به یونان باستان، یعنی زمان جالینوس و بقراط و حکمای دیگه. ولی خیلی عجیبه. ببین اگه بخوایم یونان رو مادر این طب در نظر بگیریم، عجیب اینه که هیچ نشانی از جالب شد درمان طب یونانی، طب بقراطی، طب جالینوسی تو یونان امروزه نداریم. یعنی کسی نمیاد تو یونان، حکیم سنتی در یونان بیاد تو رو بر اساس مزاج بلغم و صفرا و سودا درمانت کنه، در صورتی که بیش از 1000 ساله که ما در ایران داریم این علم و این طب رو به کار میبندیم. حتی زمان قبل از اسلام یعنی ما دانشگاه‌های خیلی خوب از یونانه. نمیخوام یه صحبتی بکنم که رفرنس علمی نداشته باشه، به شعور علمی هیچ کسی توهین کرده باشم. ولی به نظر من این که بخوایم با قاطعیت نسبت بدیم ریشه رو به زمان بقراط و این رو فراموش کنیم که شاید ریشه برمیگرده به قبل از اون، حتی نمیخوام به شعور کسی توهین کنم، ولی نیاز داریم که باز تحقیقات بیشتری داشته باشیم. به همین راحتی نمیشه برچسب زد گفتش که منشأ 100% بقراطه، یا بگیم برعکس منشأ 100% ایرانه. نه، به کار بیشتری نیاز داریم. ولی یه چیزی که عجیبه اینه که بیش از 1000 سال 2000 ساله که ما دانشکده های این علم رو، دانشکده های طب پارسی رو در ایران داشتیم. حکمای بزرگ می اومدن از سراسر دنیا، مصر،
غیره جاهای دیگه و تو این دانشکده ها درس میخوندن و تجربیات خودشون رو به کار میبستن و همینجوری که متوجهی ما کتابای زیادی داریم از اسلام به خصوص به این ور که مقوله طب پارسی رو و این طب رو خیلی اطلاع داده. ربان طبری رو در نظر بگیر که جزء حکمای بزرگ بوده، شاید اولینا بوده، بعد کتاب فردوس الحکمت رو داره، بعد رازیه، کتاب الحاوی رو داره، حکیم بزرگ. بعد علی ابن عباس مجوسی رو داریم، کامل الصناعه رو نوشته که فوق العاده است، کامل الصناعه. و بعد از اون حکیم شیخ الرئیس ابن سیناست که القانون نوشته. بعد از اون میریم جلوتر، میرسیم به سید اسماعیل جرجانی که ذخیره رو نوشته که یک میشه گفت مرجع عظیمیه از اون چیزهایی که خودش یاد گرفته و حکمای قبل از خودش و در حقیقت به عنوان یک رفرنسی که اوریجینال و ابتدا به فارسی نوشته شده، نه به زبان عربی که زبان علمی اون روز بوده. تو وقتی که ذخیره رو میخونی میبینی این 7 جلد چه دنیایی رو برای تو باز میکنه و چقدر مفصله. نه تنها تجربیات خود سید اسماعیل حکیم جرجانی بلکه حکمای بزرگ قبل از خودش. میبینی که همه اینا رو که بررسی میکنی میبینی یه پیشینه خیلی قدرتمند، یه بدنه خیلی قدرتمندی از طب به اصطلاح شرقی در ایران وجود داشته و تو اونو در یونان نمیبینی. در یونان امروز یه ذره عجیبه. باید به نظر چیزی من داشتین، تبادل نظری داشتین. میگم من تو این سفر برام خیلی این سوال بزرگی بود ولی نتونستم به چیزی برسم که قابل ارائه بشه چون جامعه آماری بزرگی نداشتم. شاید با چند نفری که من معاشرت کردم ازشون شخصا پرسیدم و حتی یکی مثلا از یه دختری پرسیدم که شما برای درمان غذایی دارین؟ مثلا مریض میشی رژیم غذاییتون تغییر میکنه؟ گفت آره ما چیز میپزیم، سوپ مرغ میپزیم با هویج و یه سری سبزیجات خیلی ساده. با یه نفر دیگه صحبت کردم ایرانی که اونجا زندگی میکرد، گفت نه اصلا هیچ توجهی نیست، وقت بیماری هم همون پیتزا و پروشوتو و شاید چیز سرخ کردنی و البته خب فرهنگم خیلی اونجا گسترده است، از جنوب تا شمال منطقه به منطقه این فرهنگا متفاوته. اما همچین پیشینه بزرگی به نظرم عجیبه که به صورت برجسته دیده نمیشه. یه نکته رو فراموش نکنین، هر ملتی برای خودشون یه طب فولکلور داره. چه اسم خوبی. ببین مثلا ممکنه که ما میریم کردستان، یه روستایی رو میریم تو کردستان میبینیم برای اسهال این گیاه خاص رو میدن، اون غذای خاص رو درست میکنن، آش بابونه درست میکنن غیره. ممکنه تو یه دهی تو فرانسه میری میبینی برای سرماخوردگی از گیاهای اون ناحیه یه غذاهایی درست میکنن، یه آشای و سوپایی درست میکنن به تو میدن. بنابراین طب فولکلور رو ما تو همه جای دنیا، شاید از پرو بگیر، امریکای جنوبی بگیر، مکزیک بگیر، آرژانتین بگیر، برزیل بگیر، بیا تو اروپا و غیره، همه جا طب فولکلور رو داریم. منتها طبی که داریم راجبش صحبت میکنیم که طب ایرانیه، این یه چیزی فراتر از طب فولکلوره، یه فلسفه قدرتمند پشتشه و اون خلطاس، یعنی سودا، بلغم، صفرا، دم و عناصر اربعه. بنابراین ناگهان یه قضیه خیلی عوض میشه، خیلی پیچیده‌تر و عمقی‌تر میشه. کاملا با طب فولکلور چی میشه؟ یه مقداری مجزا میشه. و شناخت ما هم خیلی با این قضیه ناقصه. یه کات بدم. یه مسئله‌ای که هست اینه که ما طب سنتی رو خیلی سطحی ازش اطلاع داریم. من خودم فقط سردی و گرمی رو میدونستم، بعد که اومدم جلو با خشکی و تری هم آشنا شدم و همینطور هی این تکمیل شد. و یه بار یه چیز جالبی از شما شنیدم که
گفتی که گرمی و سردی اصلا عضو به عضو، مثلا تو معدت سرده کبدت گرمه. من کاملا هوس میکنم که آب یخ بخورم، بدنم میطلبه به خاطر اینکه کبدم گرمه، ولی وقتی که اون نوشیدنی خیلی سردو میخورم معدم اذیت میشه. کاملا آره. یعنی بعضی وقتا تو متوجه میشی که مزاج و متابولیسم یه عضو ممکنه با مزاج و متابولیسم عضوای دیگه اطراف خودش تغییر و داشته خواستم باشه. بگم این خیلی گسترده و یه علمه. من در مورد پزشکی که هیچ وقت نمیتونم نظر بدم، گرچه ما نظر میدیم، دارو تجویز میکنیم، همه کار میکنیم، ولی واقع بینانش اینه که همونطوری که این خیلی گسترده است. این تاریخچه‌ای که گفتی از کجا شروع شده که رسید به زمان بقراط و حتی قبل از اون، بعد متوجه میشیم که آقا چقدر این مقوله پیچیده و عمیقی هستش. چون همینطوری در همسو با تکامل انسان این هم شکل گرفته و رشد کرده. دقیقاً همینطوره. و از دقیقاً. اون بیسه این اطلاعات و داده ها ثبت شدن، تحلیل شدن و این علمه رشد کرده تا امروز به اینجا رسیده. دقیقاً. ببین پیچیدگی های خاص خودش رو داره، به خاطر اینکه متابولیسم بدن و فیزیولوژی بدن هم گاهی وقتا میتونه خیلی پیچیده باشه درکش، به خصوص تو بیماری ها. و اینکه تو بخوای یه بیماری رو درمان کنی نیاز داره گاهی وقتا که بسیار عمیق بتونی بدن رو ببینی، لایه‌های مختلف پاتولوژی بدن رو بتونی چیکار کنی، در نظر داشته باشی. یعنی هم به اون مزاج توجه کنی، هم به اون خلط غالب توجه کنی. گاهی وقتا خلطای غالب مثلا میبینی توی یه بیماری هم بلغم نقش داره هم صفرا فرضاً، یعنی 2 تا خلط متفاوت تو بیماری نقش دارن. به عضوی که بیمار هست باید دقت کنی، به سن بیمار باید دقت کنی، به آداب غذایی و آداب زندگی بیمار باید دقت کنی، باید به قوای بدن، سیستم ایمنی بدن دقت کنی و روحیه فرد. یعنی خیلی وقتا اینو حکما بهش میپردازن، نکته مهمیه که روحیه فرد، شرایط ذهنی و عاطفی فرد تو درمان رول مهمی رو بازی میکنه. بعضی از حکما هستن که میگن حتی اگه بیماری فرد بیماری جدی هست و خطرناکه، اما وظیفه یه حکیم اینه که به بیمار امید بده تا آخرین لحظات. چرا؟ چون اعتقاد دارن همون امیده میتونه به درمان کمک کنه. گاهی وقتا ممکنه که یه تناقض اخلاقی این وسط پیش بیاد، یعنی حکیم رو مؤاخذه کنن که چرا حقیقت رو به بیمار نمیگی که وضعیت بیمار بده و ممکنه بیمار جون خودش رو از دست بده. ولی حکیم اعتقاد به این داره که گفتن این که تو میتونی به بیماری خودت غلبه کنی، تو شرایط خوبی داری و بیماری رو یک غول ترسناک برای تو نیست، میتونه کمک کنه به خود بیمار که خودش رو چیکار کنه، خوب بکنه. یعنی این رفتار هم جزو روش درمان اون پزشکه. دقیقاً. تو طب سنتی بهش میگفتن اعراض نفسانی. بهینه کردن اعراض نفسانی تو درمان خیلی موثره. حکیم جرجانی تو ذخیره اعتقاد داره که بین فاکتورهای سلامت شیشگانه یک جایگاه ویژه‌ای اختصاص داره به مقوله سلامت روحی و عاطفی، همون اعراض نفسانی. شیخ الرئیس یک جایگاه ویژه‌ای رو تو اون 6 تا فاکتور به ورزش اختصاص داده و اون میگه که ورزش خیلی رول مهمی رو در حفظ سلامت ایفا میکنه، فعالیت بدنی، و میاد یک تقسیم بندی میکنه چه ورزشی برای کدوم عضو تا چه حد انجام بشه. داریم؟ خیلی جزئیات خیلی جالبه. وقتی کتابای قدیم رو ورق میزنی میبینی که بسیار نکات ریز جذابی رو مثال میگین از این؟ آره، مثلا فرضاً میگه که
وقتی تو ورزشی رو میخوای برای سلامت بدن انجام بدی، باید دقت کنی که بعد از ورزش چهره شاداب باشه، صورت پرخون شده باشه، نفس تند باشه، ولی فرد احساس نشاط داشته باشه. یعنی وقتی که تو میری ورزش میکنی و بعد از ورزش دیگه جون و رمقی برات نمیمونه، عملاً یه مقدار از حد خودت چیکار کردی؟ ورزش رو بیشتر انجام دادی. یه نکته خیلی جالب که الان به ذهنم اومد، تعریق بدنه. ببین تو وقتی که یه ورزش رو انجام میدی و ابتدا تعریق میکنی، این تعریق خوبیه، اما یه بر اثر تداوم ورزش و طولانی تر شدن و سنگین تر شدن ورزش، تو ممکنه یه اپیزود تعریق دومی هم سراغت بیاد. اون تعریق نامناسبیه، به خاطر اینکه از رطوبت‌های با ارزش بدن داره دفع میکنه. و اینو این چجوری خیلی میشه نکته تشخیص جالبی. داد؟ مشخصش اینه که بعدش فرد خیلی ضعیفه، ضعف خیلی زیادی داره. در صورتی که گفتیم یه ورزش خوب از دیدگاه طب قدیم اینه که بعد از ورزش تو هنوز یه مقدار نشاط و سرزندگی داشته باشی و به عبارتی لپت گل بندازه و حس نشاط داشته باشی. خیلی نکته جالب بود اینا. خیلی، یعنی ببین نوعای ورزشایی که انتخاب می شده بر اساس تیپ‌های بدنی. مثلا یه صفراوی براش خیلی خوبه که شنا یاد بگیره، شنا بکنه. یه بلغمی ممکنه مثلا بره رو ورزش‌های دیگه، یه دموی بره رو ورزش‌های سنگین‌تر و کشتی و وزنه و غیره. درسته. ورزش‌های انفجاری و سرعتی و تعرق و هوازی، ورزش‌های استقامتی و سنگین‌تر. آره. دسته‌بندی بخوایم بکنیم. آره. و یکی که مثلا مزاجش خشکه، مزاج سرد و خشک داره، مثلا سوداوی، تو میتونی خیلی با ورزش‌هایی که با کشش همراهه، ولی دقیقاً کشش‌هایی که با حضور روی دم و بازدمه، یعنی تایچی، چیکانگ، پیلاتس، یوگا، حتی شنا، اینا رو بهش چیکار کنی؟ کمک کنی. این تقسیم بندی تو طب سنتی مقوله جذابیه. این که ما همه انسان‌ها رو توی دسته نذاشتیم. وقتی میان سراغمون با سردرد بهشون نگیم دوست عزیز آستامینوفن. نه، یه بلغمی میاد ممکنه که سردردش با آویشن خوب بشه، یه نفر دیگه میاد سردردش با تخم گیشنیز خوب میشه، یه نفر دیگه میاد سردردش سودایی با استخوان خوب میشه. این به نظر من مقوله زیباییه. یعنی تو انسان‌ها رو میتونی چیکار کنی؟ یه تقسیم بندی مؤثری براشون قائل بشی. اینجا هر دو طرف دخیلن. یکی کسی که انتخاب کنه بره، حوصله داشته باشه که یه نفر تحلیلش کنه، ازش سوال کنه، اطلاعات بده و بخواد که با تغییر لایف استایلش مشکلات خودشو برطرف کنه. خب اینجا این عده خیلی کمن تو همه جای دنیا، در مورد ایران هم نمیگیم. درسته. ترجیح اینه که قرص منو بده بخورم و به زندگیم برسم. ببین واقعا طب سنتی، آیورودا، طب چینی، طب تبتی، اینا رو تو نمیتونی به همه مردم اون کشور، اون اقلیم در حقیقت تجویز کنی. به خاطر اینکه همه مردم لزوماً حوصله، اون دیدگاه، اون انرژی شخصیت و خصوصیات رفتاری خاص خودشو میطلبه. دقیقاً درست. و طرف دومش میشه پزشکی که مثل خود شما میشینی. چقدر طول میکشه؟ فکر کنم نیم ساعت مثلا، یه میانگینه، حداقل نیم ساعت. به خاطر اینکه تو تا با عادات بیمار آشنا بشی و روحیات بیمار رو بشناسی و بخوای یه تجویزاتی انجام بدی، خیلی مدیر باشی میشه نیم ساعت. واقعا درسته، من حکیمای خیلی خوبی رو دیدم که در کمتر از این زمان میتونن بیمار رو ویزیت کنن و بیمار رو ببینن، ولی از اون طرف هم حکیمی رو دیدم که فوق‌العاده بوده از لحاظ دانایی، ولی گاهی وقتا تو همون سرعت مریضیدن نکاتی رو از بیمار فراموش کرده که یه بچه 10 ساله هم میتونست اون نکات رو به تشخیص بده.
آره. حالا فارغ از طب کلاسیک و طب سنتی، به نظر من که این یه خصوصیتیه که هر پزشکی باید داشته باشه، یعنی رویکرد تحلیلی، یعنی صحبت بکنه، آره. بشنوه و بره توی فاز تحلیل، آره. که این اتفاق رو به وفور میبینیم نمیفته. من پزشک بوده رفتم سرشو بلند نکرده نگام بکنه و داشتم توضیح میدادم و اصلا خوب شد این یادم آمد این مسئله. این اتفاق تو ایران خیلی پررنگه و تجویز داروها، کسایی که از اون طرف میان تعجب میکنن، به خصوص آنتی بیوتیک، میگن چقدر تو ایران راحت آنتی بیوتیک داره تجویز میشه، چقدر شما راحت دارو مصرف میکنین و دارو هم متاسفانه خیلی ارزونه و حتما که کیفیتش هم پایین تره. ولی یه تجربه خود من تو ایتالیا دچار یه حساسیتی شدم، متوجه شدم که نمیفهمیدم چیه، فکر کردم سینوسامه، بعد اخلاط خیلی زیاد داشتم هم تو سینوس هم توی ریم و بعد متوجه شدم خب شهری که اونجا بودم لکو کنار یه دریاچه است و یکم که هوا به سمت گرم شدن رفت اصلا همه داشتن سرفه میکردن تو شهر و این یه حالت آلرژی بود. بارها من خوب شدم مریض شدم، اول فکر میکردم ویروسه و وقتی که رفتیم پزشک، یه خانومی بود، پزشک بود، طب سنتی هم نبود، پزشک کلاسیک بود و انقدر با من طولانی صحبت کرد و انگلیسی هم داشت صحبت میکرد و من خودم معذب شده بودم. گفتم آقا داروی ما رو بدیم بریم دیگه. قشنگ همینطوری صحبت میکرد، سوال میکرد اینو چی کار کردی اونو چی کار کردی. برام تعجب بود، گفتم مثلا من توریستم اینطوریه یا مسائل دیگه. به بچه ها گفتم، گفت همینه دیگه پزشکی یعنی همین. گفتم بابا نمیبینی تو اینو؟ خیلی شانسی شد تو ایران بهش بر بخوری. آره. محبت یه ذره کم شده. آره یعنی به این عنوان خیلی انسان ارتباط برقرار کردن دیگه مثل گذشته نیست، راست میگی. ضعیف‌تر شده. آره اون رفتاره رو تو همه لایه های اجتماعی میبینی، درست؟ میبینی. درنگ ولی هست، درسته. علاقه و شور به کار و تخصص و اون فضایی که دارم هست اینجا نیست و متاسفانه این به خاطر این مشکل اقتصادی و رشد تورم و دلایل دیگه، اینا حالا نباید توجیه بشه، واقعا یه رقابتی افتاده برای اینکه خب چقدر الان داره کنتور میندازه یا چقدر در آوردم آره. و این آره. باشه این لازمه زندگیه، ولی اونا حیفه که فراموش بشن و اینجا از بین آره. بخوام برن تو این فضاهای. آره. درسته. رازی میگه که طبابت مال هر کس نیست، انسان خاص خودش رو میخواد. یعنی نمیتونیم همه رو جمع کنیم صرفا بگیم بچه‌ها شمایی که این نمره رو آوردین تو امتحان ورودی همه بیاین برین پزشکی. بعضی از اون بچه‌ها بسیار باهوشن، بسیار ذهن قوی دارن، ولی یک روح و قلب خاصی رو برای طبابت ندارن. ممکنه خیلی باهوش باشن، فوق‌العاده باشن از لحاظ سطح علمی و هوشی، ولی اون سنس و حس طبابت تو وجودشون نباشه. فقط آره لاجیکال نیستش، اون دقیقاً. شهود و ادراک دقیقاً. رو هم. آره اینجوریه. حکمای قدیم اعتقاد داشتن که علاوه بر سواد یک روح و قلب قوی و پاکی نیازه. کتب قدیم رو میخونی، سید اسماعیل رو میخونی، عقیلی خراسانی رو میخونی، حکیم بزرگ که اتفاقا اونم 20 سال هند زندگی کرد و باز حکمای دیگه. یعنی علاوه بر این که یه حکیم باید اون دانش طبی خودش رو افزایش بده، دانش معنوی خودش هم باید، سطح معنوی خودش هم باید افزایش بده. حکمت لزوماً باید به طب محدود نمیشه، خیلی بالاتره. حکیم بودن خیلی سخته، خیلی خیلی سخته. آره. اینه که یه مسیر برای من به عنوان، حالا بخوام شخصی خیلی بگم، یه مسیر جالبیه به خاطر اینکه اتمام نداره. درسته مثلا فرض کن 4 سال پی اچ دی طب سنتی رو میخونی، بعد تو حیطه کاریت وارد میشی، ولی امکان نداره که با مطالب جدید آشنا نشی، با موضوعات جدید آشنا نشی و چون قیاس و تجربه تو طبابت دخیله، به خصوص تو طب قدیم، تو طب سنتی،
تو مجبوری از ذهنت کمک بگیری، تجزیه و تحلیل کنی و چیزای جدید پیدا بکنی تو کارت، نکات جدید پیدا بکنی. دقیقاً. آره. خصوصیاتی که در مورد شما میگن، با حوصله، مهربون، دقیق و خیلی برجسته، یعنی کسایی که اومدن این چیزیه که خب هست دیگه، هر کسی که بیاد و سر حوصله هم ارتباط رو برقرار میکنی با مخاطبت. اصلا شاید اونجا مثل یه جلسه تراپی تو اون گفتگو خیلی مسائل طرف حل بشه. یعنی یه چیزی مثل این که داری به خودت سخت میگیری، یه مقدار آرامش بیشتر و همین صحبتایی که الان گفته شد یه بخش عظیمی از کار رو منتالی پیش میبری و حالا باقیش هم با توصیه هایی که ببین امید، شاید به خاطر تجربه شخصیم بوده. توی دوران پزشکی یه آقای دکتری داشتیم که ایشون، صحبتی که دارم میکنم 25-6 سال پیشه، به اسم آقای دکتر فروتن در دانشگاه شیراز. ایشون در حقیقت متخصص جراحی اطفال بودن و تمام بچه‌هایی که این دوره جراحی اطفال با دکتر فروتن میگذروندن، بعد از اون یه ماه میگفتن که ما هم یه مقدار با مقوله جراحی آشنا شدیم ولی بیش از اون با اخلاق. یعنی یه مقداری خوششانس بودم، با چند نفر تو زندگیم آشنا شدم که دید منو نسبت به ارتباط با مریض و محبت عوض کردن. تو هندوستان که بودم یه حکیمی بود که اصلا وقتی که میدیدیش حالت خوب میشد، نمیخواست باهات حرف بزنه. همین که از در اتاقش اون پروفسور همدرد بود میومد بیرون و میرفت و تو فقط همین میدیدیش ناگهان میدیدی چرا حالم خوبه. به اسم حکیم فصیح الزمان. اونم برای من ملاقات باش یه تجربه جالبی بود. چند وقت هند بودی؟ ببین من یه 3 سال زندگی کردم و یه سال جدا. یه 3 سال بود که من به بچه‌ها میگم 3 سال نورانی طلایی، به خاطر اینکه آشنایی با مقوله طب سنتی بود و دیدی بعضی وقتا تو یه فضایی قرار میگیری که همه اتفاقایی که میفته مثبته به طرز عجیبی. آره. یه جوری اصلا باورت نمیشه، فکر میکنی واقعی نیست. ولی اون 3 سال در هندوستان، به خصوص 2 سال آخر، برای من این حکمو داشت، واقعا نورانی بود. یه معلم یوگای بی نهایت فوق‌العاده پیدا کرده بودم تو دانشکده، استاد دانشگاه بود و با هم تمرین میکردیم و آشنایی براش خیلی برام جالب بود. از طریق ایشون با بسیاری از استادای خوب آیورودا آشنا شدم، باز اونم اتفاقای خیلی خجسته‌ای بود. با یه حکیم فوق‌العاده آشنا شدم تو جنوب هند در تریواندرام، باز اتفاق خجسته‌ای بود. یعنی دائم اتفاقای جالب میافتاد. یکی از اون اتفاقای جالب آشنایی با حکیم فصیح الزمان بود. من خیلی از نزدیک باشون آشنا نبودم ولی به هر صورت میدیدم و مریض دیدن ایشون و از دور دیدن ایشون خیلی برام جالب بود و ارتباطی که ایشون داشت. الانم امید ایشون در یک ده مسلمان نشین خیلی فقیریه نزدیک دانشگاه همدرد تو دهلی به اسم توگلاک آباد. ایشون رایگان مریض میبینه و خیلی هم جالبه، چون معمولا تو برای درمان بعضی از بیماری‌ها، خیلی تعداد زیادی از بیماری‌ها، به چند تا گیاه نیاز داری، نه یه دونه گیاه. ولی حکیم فصیح الزمان فقط یه گیاه میده. مثلا فرض کن تو با میگرن میای پیشش، میگه که تو استخوان بخور. یکی دیگه با زخم روده میاد پیشش، مثلا فرضاً بهش میگه تو بارهنگ بخور، دانه بارهنگ بخور. غیره. با یه گیاه سعی میکنه برای هر درمان. نفر با یک میده. آره خیلی جالبه. خیلی جالبه. آره. بحث مقوله ارتباط شد و محبت. من یاد این 2 نفر افتادم. البته پزشکای خوب دیگه هم من سعادت داشتم که باشون کار کردم و ارتباط خوبی با مریض داشتم. مثلا آقای دکتر رحیم کشمیری، روماتولوژ خیلی معروفی در شیراز هستن. الان دیگه اطلاع ندارم که ایشون کار میکنن یا نه. یاد این خصوصیت گفتی، یاد دکتر قوامی افتادم.
ما بچه بودیم پزشک اطفال بودن، ایشون فکر کنم مرحوم شدن، ولی انقدر با حوصله، تشخیص خوب و دقت توی کار که همه سنی پیششون میرفتن و همیشه هم جواب میگرفتن. خیلی هم میشناسن ایشونو و بیشترم سعی میکرد با تغذیه مشکل رو حل کنه. میدید ضعیفی چلو ماهیچه بهش بده، نمیدونم، پزشک خوبه، پزشک درس پس داده خوب، ولی تا جایی که میشه سمت دارو نمیرفت و خیلی وقت میذاشت و تحلیلی پیش میرفت. الان یهو یاد ایشون افتاده. آره، یعنی به خصوص پزشکای نسل قدیم و من بعضیاشون رو تو ذهنم مرور میکنم میبینم که فوق‌العاده بودن، فوق‌العاده. و آره امیدوارم نسل اونا تموم نشه، حداقل تو نسل جدیدم شاهد این باشیم که دکترای خیلی خوب و مهربون و بودنش که هستن. آره. ولی خب امیدوارم که رو به رشد باشه و اون کسایی هم که تو این شرایط هستن یه اوضاعی براشون وجود داشته باشه که تو این مسیرشون هی راسختر بشن، نه اینکه آدما روی برگردونن. آره. خب ورزش چی کار میکنی؟ یه مقداری فیت شدی. آره، به یه ترکیب خوبی دارم میرسم هی هرچی میرم جلوتر. آگاهیه که ازش صحبت کردیم، با عوامل مختلف هی آگاهیه داره بیشتر میشه و یه حس تسلط و شناخت نسبی رو نسبت به خودم به دست آوردم. اینکه چی بخورم، چی نخورم، تو چه محیطی باشم و ورزشم چقدر باشه. ورزش الان یوگا رو دارم، دوچرخه سواری میکنم، کوه میرم. حالا اینا ثابتاشه، ولی اونایی که میاد و میره فصلی هم هست دیگه، اسکی و دره نوردی و ورزش‌های مختلف. ولی اونی که ثابته الان رکاب زدنه، اسکیته که تنفس و تعرق برام داشته باشه و یوگا هم. اینا ثابت هست. عالی. آره، یوگا که خیلی خوب. من با یوگا که آشنا شدم اصلا کاملم کرد. همین که گفتی برای تو کششی و استقامتی، یه تجربه عجیب بود. داره هم از لحاظ جسمی هم از لحاظ روحی. گفتم انگار که کم کم داشتم آشتی میکردم با اجزای بدنم، با سلولا. آره، مربی یوگا میگن خیلی این فیدبک رو خیلی از شاگردان میگن. آره، مثلا کی بود میگفتش که لای انگشت نمیدونستم دارم لای انگشت پا. چه جالب. آره. منم یکی از مریضامه که استاد یوگای خیلی خوبیه و اون میگفتش که آره من مثلا با کبدم آشتی کردم، با مثلا رحم آشتی کردم، به خاطر اینکه کم کم این اعضا رو آدم حس میکنه، آدم متوجه تغییراتشون رو بر اساس رفتارهای مختلف متوجه میشه که من تو چه فضاییم، چه حسی داره اعضای بدنم، با خوردن چه تغییری میکنه، با میزان خوابم، مودم، حسم، حالم. آره، تایچی هم همین حالت داره. امید تایچی هم من امتحان کردم. تایچی هم ارتباط ذهن و جسم کاملا. بله، تایچی. آره، بسیار از این ورزش‌های شرقی که یه مقداری با حضور روی نفس هم هست، یعنی آگاهی داری به تنفست. آره. و اصلا فلسفهش همین تمرکز کردن و دیدن تغییرات درونیه و اینو به ما یاد میده. وقتی که این مکانیزم فعال میشه، جا میفته دیگه، توی همه لحظات زندگی دیگه همراهته. یه غذایی رو میخوری همون موقع حسش رو متوجه میشی. حالا باز برنامه هم در مورد غذاه، یه مقدار برگردیم به این ارتباطه. غیر از این که زیبایی غذا، حجم غذا و اون حسی که حس خوشایندی که ما از خوردنش به دست میاریم، خوشاینده حالا ممکنه که فیک باشه، یعنی خوشاینده درستی نباشه، با ادویه های زیاد، با سرخ کردن، با یه سری مزه هایی که خاصیتی توش وجود نداشته باشه. اما لازمه که ما به حس بعد از غذا هم بیایم توجه کنیم. آره.
یعنی برای خود من یکی از مهمترین خصوصیاتی که یه غذا باید داشته باشه حس بعد از اون غذاست. آره. یه نمونه من برات مثال بزنم. ما تو طب سنتی یه غذای خیلی محبوب داریم برای حکما، به خاطر اینکه وقتی تو کتب قدیم نگاه میکنیم میبینی شاید نزدیک نصف بیماری ها رو در درمانشون دخیل بوده این غذا، منتها با شکلای متفاوت. به این غذا میگن نخودآب. بله. که حالا با یک روشی درست میشه و آبش باید یه مقداری زیاد باشه، با حموس فرق داره که بدون آب، خوب خیس بخوره و پخته بشه و سیب زمینی نداشته باشه و غیره. بگینش دیگه کامل. غذا یه رسیپی هم داشته باشه. باشه. ببین نخود رو 3 قاشق غذاخوریش رو میذاریم 2 روز خیس بخوره. تو این 2 روز 4-5 بار آبش رو عوض میکنیم. بعد از اون نخود رو با 7 لیوان آب، 1 قاشق غذاخوری برنج، کمی دارچین، کمی زردچوبه، کمی پیاز میذاریم بپزه. منتها نکته اینه که سیب زمینی نداشته باشه و چربی مثل پیو و چیزای چربیای دیگه هم توش به کار نرفته باشه. ادویه‌های دیگه ممکنه بر اساس اون ذائقه خودمون و اون محل زندگیمون ادویه‌های دیگه هم بزنیم. مثلا من میبینم خیلی از بچه‌هایی که اهوازیان زیره هم میریزن، زنجبیل هم میریزن، فلفل هم میریزن، فلفل سیاه. یه عده ممکنه لیمو عمانی اضافه کنن، قوره اضافه کنن. بعضیا ممکنه گلپر یا سبزیجات، حتی مثلا فرضاً جعفری و ارزم به حضورت که سبزی کوهی و غیره بهش اضافه کنن. معمولاً با این مخلفات میذاریم 7 لیوان آرام بپزه تا تقریباً 2 لیوان باقی بمونه. یعنی یه خورش آبداره، با حموس فرق داره. این خورش آبدار نخودآب خاصیت‌های طبی خیلی زیادی داره. برای تقویت مفاصل خوبه، برای درمان کبد چرب فوق‌العاده خوبه. پایان نامه یکی از همکارای من بود تو درمان کبد چرب، همین نخودآب به تنهایی. برای حتی باز شدن رنگ پوست، بهبود کار کبد همونجوری که برات گفتم و طیف دیگه، حتی بیماریایی که سکته مغزی کردن و اینا توی در حقیقت دوره بازتوانی هستن، دارن برمیگردونن قوت بدن خودشون رو، بازیابی میکنن قوت بدن رو. توی این افراد میتونی از نخودآب استفاده کنی. و طیف دیگه از بیماری‌های بلغمی، اگه بخوام خیلی کلی برات صحبت کنم. اثر بعد از غذا رو داشتیم میگفتیم. من وقتی که نخودآب رو میخورم بعد از چند ساعت احساس میکنم انگار مفاصل رو روغنکاری کردن، انگار مفاصل گرم شدن، یه جوری انرژی دست و پا افزایش کاملا فرق میکنه ها. یعنی متوهم نیستم، حسش میکنم و با بقیه دوستا و افراد دیگه هم در میون میذارم، اونا هم تقریبا همین احساس رو من منتقل میکنن. ما که سنتی همیشه اینو داشتیم، مادرم درست میاد تو خانواده این غذا بوده، منتها ما با ماهیچه اینو همیشه میپختیم. آره، و هویج و ماهیچه. آره میشه هویج، یعنی ماهیچه. نخود، برنج، پیاز، هویج، ماهیچه. آره منتها ببین امید، برنجش خیلی زیاد نباید باشه، یعنی یه قوام مایع رو تو باید توش حس کنی. سوپه در اصل، یه سوپ مایعیه. و در مورد نخود شما به من توصیه کرده بودی اینو، و در مورد نخودم گفتی برای مفاصل از پاچه گفتیم بهتره، و من رفتم نخود خالی رو درست کردم. وقتی که یکم سرد شد دیدم کاملا ژلاتین توی ظرف. آره. از اون موقع من مشتریش شدم و هر از گاهی چون ورزش زیادم میکنم، به خصوص زانو خیلی درگیر تو ورزشام، باید تقویت بکنم و اون کلاژن و غضروف سازی و این باید بهش رسیدگی بشه، رفته تو رژیم غذاییم دیگه. نخودو خیس میکنم چند روز، حتی نخودآبم درست نکنم خود نخودو میپزم و اون آب مصرف میکنم. عالی، فوق‌العاده. آره، حس بعد غذا رو اگه دقت کنیم بعد از یه مدتی ارتباط بدن با ذهن برقرار میشه و کم 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 ما متوجه این حسا میشیم. شاید الان برای خیلیا عجیب باشه این حرفه که شما الان میگی این توی مفصلام حس میکنم اون تغییره رو، ولی واقعا بعد از یه مدت که آدم استمرار داشته باشه و این توجه کردن رو
دقت کنیم بهش میرسیم. یه مثالش از بی‌توجهی اینه که شاید خیلی از ما میریم پزشک، میگه که دیروز غذا چی خوردی؟ فکر میکنیم یادمون نمیاد. میگه دیشب چی خوردی؟ یادش نمیاد. میگه که به چیزی حساسیت داری، مشکل. هر چقدر فکر میکنه این مسائل یادشه. من قبلا اینطوری بودم. تا شروعش هم فکر میکنم با یوگا بود که این توجه اومد و واقعا رشد میکنه. یه بخشی تو ذهن ماه که با تمرین استمرار رشد میکنه. دقیقاً. یعنی اون ارتباطی که تو با غذا پیدا میکنی مهمه. حتی جدا از اثرایی که غذا رو بدنت میذاره، اون زمانی رو که تو میخوای با غذا سپری کنی. مثلا 10 دقیقه، ربع ساعت، 20 دقیقه که داری غذاتو میخوری، ما شیرازی‌ها 3 ساعتی که داریم غذامونو میخوریم، سعی کنیم یه ارتباطی با اون غذا برقرار کنیم. با احترام میل بشه، خورده بشه. یعنی اینو بدونم از قبلش که این سلولای اون غذا داره با سلولای بدن من یکی میشه. انگار یه انرژی از اون غذا داره از هستی به من منتقل میشه. آرام بخورم، آرام بچشم، آرام بجوم، به مزه توجه کنم، به داغی غذا، حرارت غذا توی دهنم توجه بکنم، به قوام غذا، آیا غذایی که میخورم سفت، تدیگیه یا نرمه، به اینا توجه کنم. این خودش باعث میشه که اتوماتیک وقتی که مغز به غذا داره توجه میکنه، هضم بهتر صورت بگیره، جذب بهتر صورت بگیره، نفخ کمتر بشه، مشکلات گوارشی کمتر بشه. و این نکته خیلی جذاب دیگه این که اشتها هم کمتر بشه. به خاطر اینکه آرام خوردن و حس کردن، ارتباط برقرار کردن با غذا باعث میشه مرکز سیری زودتر فعال بشه. در نتیجه تو میبینی مثلا لقمه 8م یا لقمه 9می، ولی دیگه کم کم میل خودتو به غذا داری از دست میدی و راحت تر میتونی غذا رو بذاری کنار. بنابراین تا اون پر کردن شدید معده هم جلو نمیری. یه عادتی ما یعنی یه تعریفی برای خودمون گذاشتیم. تعریفمون از سیری اون استرچ و فشار به بدنه معده است. در صورتی که من بیام برآورد کنم شاید 2 تا فیله مرغ به عنوان ناهار اون کالری و میزان انرژی از دست رفته بدن منو کاملا تامین میکنه. این سیری واقعیه که ببینیم بدن من الان یه پورشنی از سبزیجات میخواد، یه دوز پروتئین میخواد، چقدر کربوهیدرات میخواد. قطعاً یه بشقاب بزرگی پرس ایرانی نیست، قطعاً نیست برای هیچ آدمی با هیچ فعالیتی اون فکر نمی‌کنم مورد نیاز باشه. این تعریفه از سیری عوض بشه به قول شما. بعد توجه، اگه غذا بخوریم دیگه نمیام یه بشقاب گنده برنجو با روغن بخورم. وقتی که توجه کردم حالا این بشقابم تغییر میکنه، هم از نظر زیباییش هم از نظر خصوصیاتش. و خیلی زیباست که این مکانیزم فعال بشه. و به نظر من رسیپی غذا فقط اون چیزی که تو قابل معتابه میپزه نیست. رسیپی غذا غیر از اون چیزی که پختیم شامل دیزاین سفره و بشقاب میشه، بویی که توی محیط میپیچه، آدمایی که دور و بر ما هستن و با هم سفره ایم یا تنها هم، و چیزی که دارم میشنوم. یه رستوران خوب رستورانیه که موزیکش موزیک مناسبی باشه، تو فضا بوی خوب بیاد، دیزاین زیبایی داشته باشه، غذاهاش خوب پرزنت بشه، خوب رسیپی درست و مواد اولیه درست، چه تو خونه باشه چه تو رستوران باشه. آره، اگه با محبت هم پخته بشه که دیگه فوق العاده میشه. اون بی‌نظیره دیگه. آره، مامانایی که از بالای قابلمه تکون نمیخورن و هی با این بازی میکنن، اصلا پروسه هم زدن مال همینه. آره دقیقاً. چه اون مامان ایتالیایی ها که خیلی هم شبیه مامانای ایرانیان، اون یه سس گوجه است، فقط گوجه رو میپزن، ولی همین گوجه رو میپزن برای هر منطقه امضا و اون تاچ خودشونو دارن و تو دنیا مطرحن. عشق است که فرق میکنه دیگه با هم. دقیقاً. دوربین 2 رفت برداشت 5. تمام این فایلا رو که تا الان هر چی بوده بالای 3 ساعت بوده این 3 اپیزودی که ضبط کردم و تمامشو من بارها گوش میدم.
یعنی چند تا 3 ساعت هی تدوین وقت میشه، بعد زیادی نوت می‌ذاری تو برمیدارم تدوین ازش کردن پروسه چیزیه. و چون نوتم برمیدارم میخوام دقیقا بدونم که چه مکالمه های کجا بوده، همه رو نشون میکنم روی خود نرم افزار روی ویدیو و نوت دارم ازش که بعد خواستم بهشون، چون اینا همین مکالمه ما میاد توی خود مستند استفاده میشه. یعنی یه جایی که موضوع مرتبطه این به عنوان نریشن میاد روش استفاده میشه. این تیکه مکالمه یا میاد وسطش. چه جالب. اصلا اینطوری این داستان شکل گرفت که حالا به طور مستقل خودش یه پادکسته ولی ویدیوها تو خود مستند هم استفاده میشه. خیلی جالب. این دوتا لاین با هم دیگه موازی دارن میرن. و دیگه میگم یه چیزیه که تازه استارتشو زدم و همه عمرم هم کمه برای اینکه میخوای به همه چیز سر بکشی. غذا رو انتخاب کردم به خاطر اینکه بیس واقعا هممون باهاش درگیریم، برای هممون جذابه و تاثیرگذارترین چیزه، ولی فقط غذا نیست، کلا لایف استایله و اون فضاهایی که خودم تجربه کردم و تا الان زندگیشون کردم و دارم میارم جلوی دوربین. دکتر دهقانی که همیشه پیشش میرفتم توصیه‌های خوب ازش میگرفتم، مکالمه رو آوردیم جلوی دوربین و این مکالمه رو با دیگران داریم به اشتراک میذاریم و این روی کرده هست توی برنامه. اتفاقا این یه مقدمه است و خیلی هم به نظرم جمع و جور و خلاصه شد این گفتگوه، ولی فقط مقدمه است. خیلی صحبت داریم چون برام خیلی مهمه و فکر میکنم آشپزی ما جدا از خواص غذا نیست و اونم به طور تخصصی طب سنتیه که داره پوشش میکنه. بله درست میگی. و کلا طب‌های سنتی دیدمونم باز گذاشتیم تو این برنامه یه رویکرد جهانی داشته باشیم، هم ببینیم که دیگران چی کار میکنن چی دارن، بله، همین که تا جایی که امکانش باشه داشته‌های خودمونم بتونیم ارائه کنیم برای دیگران. طبیعتاً. ببین مطمئناً ما میتونیم از کشورهای دیگه هم نکات جذاب پیدا بکنیم. مثلا پاستایی که ایتالیایی‌ها درست میکنن. ببین پاستا یا این رشته های بلند یه ماده غلیظ محسوب میشه از دیدگاه طب قدیم که یه مقدار هضمش برای کبد چیه؟ مشکله. یعنی بار کبد رو یه مقداری زیاد میکنه. بنابراین تو پاستا رو نمیتونی تو یه نفر که مثلا از مشکل چاقی رنج میبره یا کبد چرب داره زیاد تجویز کنی. باید یه مقداری احتیاط کنی یا یه مدتی حذفش کنی. اما همون پاستا رو ایتالیایی‌ها میان چی کار میکنن؟ کلی اورگانو و آویشن روش میپاشن و خیلی جالبه وقتی به کتب طب سنتی قدیم برمیگردی میبینن که آویشن غذای غلیظ رو هضم میکنه. چه جالب. یعنی یه امتحان کن، یه بار پاستا بخور ولی بهش آویشن اضافه نکن و یه بار پاستا بخور ولی این بار بهش حسابی آویشن اضافه کن. کاملا میبینی که روزی که آویشن اضافه کردی سبکی، هیچ احساس سنگینی نداری، به خاطر اینکه غذایی که یه کمی غلیظ هست با اضافه کردن آویشن هضمش خیلی خیلی راحت تر میشه. همین کار رو با پیتزا هم میتونی بکنی. یه پیتزای خونگی درست کن، حسابی روش آویشن بده، فردا صبح میبینی خیلی سبک بیدار شدی. پس اون ایتالیایی هم که داره برای خودش غذای ایتالیایی درست میکنه به این نکاتی داره توجه میکنه. ببین مصلحه رو که دارن نگاه میکنی میبینین در نهایت، چون یه مشکل بزرگی که دارن مصرف بیش از حد آرد سفیده. پاستا، پیتزا، راویولی، اصلا بیس غذا و نونم خیلی دوست دارن و نونم زیاد میخورن و هم آرد سفید تصفیه شده. درسته. این مصرف زیاده و خیلی جالبه که من یه دوستی اونجا دارم، دوست خانوادگی خیلی قدیمی، یه خانواده رفتن ایتالیا مهاجرت کردن سالها پیش و پزشکن و یکیشون متخصص گوارشه و اون یکی روی یه دستگاه‌های پاکسازی روده کار میکنه و صحبت که میکردم میگفتن آره این یه مشکل خیلی شایعیه که اینجا مشکل گوارش روده رو دارن به این خاطر. بله. و خیلی داره الان میره به سمت مصرف آردهایی که از گیاهای دیگه داره به وجود میاد و آردهای گلوتن فری، و چون گلوتن امروز خیلی باعث دردسر و حساسیت شده تو دنیا. بله. و اونجا هم که مرکز مصرف گلوتنه. آره.
و دارن به روش‌های جدید رو میارن. آره. این خیلی برجسته است. نقاط مختلف دنیا داریم یکی یکی از هم یاد میگیریم. اما خواستم بگم علیرغم این و خب حالا خیلی گوشت چرب میخورن، آرد سفید زیاد مصرف میکنن، ولی باز میبینی که چقدر هیکلای خوب و سلامتی و به خاطر اون روغن زیتونه، به خاطر حالا اون دایت مدیترانه‌ای. خیلی خیلی اهل ورزشن. تو اروپایی‌ها این فرهنگ خیلی جا افتاده، تو امریکایی‌ها خیلی جا افتاده. منتها خودمون رو نگاه میکنیم، من میبینم که از لحاظ فرهنگ ورزش هنوز خیلی کار داریم. هندی‌ها هم همینطورن. هندی‌ها هم فرهنگ پخت و پز و غذا خیلی غنی مثل ایران. منتها میبینی فرهنگ ورزشه که خیلی جاش خالیه. اگه ما بتونیم بین این فاکتورهای سلامت، روحیه و تغذیه و آب و هوا و غیره فاکتور ورزش رو خیلی روش تکیه کنیم، خیلی اهمیت داره. بله. روز به روز بیشتر مردم خودمون رو ترغیب کنیم به ورزش منظم، میبینی بسیاری از این بیماری‌ها هم پیشگیری میشه هم زودتر درمان میشه. یعنی واقعاً نیاز داریم از لحاظ فرهنگی ورزش رو جا بندازیم تو مردم. همه بیشتر جاهای دنیا تو غرب میبینی که چقدر باشگاه‌ها در دسترسن. همه یا اهل باشگاه هم، پیاده رویه، فرهنگ دوچرخه سواریه. صبح زود بلند میشی بغل پنجره میبینی همه دارن میدون یا همه دارن دوچرخه سواری میکنن. خیلی جاها اینطوریه، این صحنه رو خیلی جاها یعنی بیشتر آدم غرب ناخودآگاه احساس میکنه که باید خودش هم لباس بپوشه بره بیرون بدوه. سینرژی. البته محیط هم مهمه دیگه. خب تهران خیلی شهر سلامتی نیست. شما بخوای رکاب بزنی خب امکانش نیست. پیاده روی میخوای بکنی، پیاده روی خوب آلودگی هوا هم اضافه میشه. ولی علیرغم اینا این عمر و فرصت زندگی ماست دیگه. خودمون باید یه طوری راهشو پیدا کنیم. مثل من که حالا شرایطم اجازه میده از تهران در رفتم، ولی به هر حال باید راهشو پیدا کرد. منم شاید به دنبال تو یه فراری بکنم. خوب میشه، ولی خب آخه مطب و این داستانا رو خب بالاخره باید یه کمی تعادل بین اینا برقرار کرد. میشه با برنامه ریزی میشه 3 روز تهران باشی، 3 روز اون ور باشی، کارهای مطالعاتی تحقیقاتی رو کاملا شدنیه. آره. حالا ما ببین گفتی فرهنگ غذای خوبی داریم، فرهنگ غذای خوب رو داریم اما اجراش نمی کنیم. یعنی فرهنگ گذشته پیشینه غذامون فرهنگ خوبی بوده، فرهنگ امروزمون اتفاقا اصلا فرهنگ غذای خوبی نیست. یک مصرف، اولا که برنج اینقدر مصرف نمی شده. نه مصرف درسته. تو ببین برگردیم مامان بزرگامون، پدر بزرگامون، برنج خیلی کم بوده. اصولاً غذاهای غنی، غذاهایی که خیلی پرکالری هن، کمتر مصرف میشد ولی فعالیت بدنیشون چندین برابر ما بوده. انسان قرن 21 داره این اتفاق براش میفته، فعالیت بدنیش روز به روز داره کمتر میشه اما غذاها غنی‌تر داره میشه. دقیقاً. یعنی به مرور داریم دچار یه انباشتگی میشیم، میدونی؟ دقیقاً. داریم پر میشیم، داریم ورم میکنیم و به همین علته که خیلی از حکما هستن میگن قرن 21 قرن شیوع بیماری‌های بلغمی و بعد سوداوی. چرا؟ به خاطر اینکه تغذیه زیاد، سنگین، خوب میخوریم، همه چی ویتامینه شده، همه چی غنی شده هست، فعالیت بدنی کمه ولی استرس روحی زیاده و هی سطح انرژی هم پایین تر میاد. و هی فکر میکنم که باید تقویت شم، هی باز غذا رو میام تقویتش میکنم. فکر میکنیم اگه انرژی باید بره بالا حتما نیاز به اینه که بیشتر بخوریم یا ویتامین بیشتر بخوریم. اما کسایی که بروزن یه قشری هستن خیلی من لذت میبرم از بودن با این قشر و این تفکر. ببین الان مثلا فستینگ خیلی آدمو دارن بهش توجه میکنن. کاملا. این دوستای من که توجه دارن به رژیم و به دایت و به آگاهانه دارن زندگی و رفتار میکنن، اهل ورزشن، غذاهایی که میخورن گندم کامل باید باشه، نون خمیر ترش باشه، چه پروتئینی مصرف میکنی، چه روغنی مصرف میکنی. و الان فستینگ رو خیلی آدما بهش توجه دارن، این قشر خاص و تاثیراتشو دارم هی میشنوم، باهاشون صحبت میکنم. این آگاهی هم هست ولی خب خیلی قشر محدودی هستن توی جامعه.
آره. اتفاق جالب اینه که دنیا داره کوچیک میشه روز به روز. 20 سال پیش 30 سال پیش برای نسل من خیلی باورش سخت بود که تو بتونی جدیدترین اطلاعات راجع به تغذیه و طبابت و طب سنتی و طب کلاسیک و غیره رو همه رو توی فرصت کوتاه اطلاعاتش رو کسب کنی. ولی امروز یه اتفاق جالب، یه اتفاق فرهنگی تغذیه جالب یه قسمت دنیا میفته، سریع شما میتونید نسل جدید اینو دریافت بکنید و به کار ببندید تو زندگی. یعنی تکنولوژی داره به کمک ما میاد. درسته مشکلاتی فقط بحث هم داره. انتخابه دیگه، همه چیز در اختیار هست امروز. آره. دیگه انتخاب میمونه مهمه. انتخاب که من میخوام چطوری زندگی بکنم. دقیقاً انتخاب مهمه. آره. خیلی صحبت ها پراکنده شد ولی بمبارون مطلب بود. آره. خودم شخصا خیلی لذت بردم. منم مرسی همینطور. ازت. آره بعد از این هم هم به خاطر مدت. بحثمون هم به خاطر دیدنت بعد از مدت ها. آره مرسی واقعا خیلی وقت بود میخواستم بیام ویزیت بشم، اینطوری یه برنامه هم در اومد که دیگران هم ازش استفاده کنن. خیلی خوب شد. مرسی ازت. تو طول این پروژه خیلی با هم کار داریم. حتما امید. چون که واقعا ما این فرهنگ غذایی که گفتین طب سنتی پشتوانه‌ایه برای فرهنگ تغذیه ما. و خیلی دلم میخواد که اینو، چون مخاطب بین المللی داره این برنامه، خیلی دلم میخواد اینو نشون بدیم و بتونیم حسشو منتقل کنیم به مخاطب، آگاهیشو بتونیم منتقل کنیم. عالیه. پس تا دیدار خیلی زود و گفتگوی دیگه. حتما. مرسی از شاد باشی. ممنونم. به امید دیدار. مرسی. درود بر تو. خیلی چسبید. خیلی خوب.